و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله برادری که سوال کردن در باب معجزه های حضرت موسی علیه السلام. بله برادرم، معجزه های حضرت موسی علیه السلام زیاد هستند و علما بالاتفاق 8 چنانه که ابن کثیر رحمه الله ذکرش میکند 9 تاش را. و بله برادرم، آن 9 تا معجزه بزرگی حضرت موسی علیه السلام، یکم ید البیضا میگن، یعنی که وقتی دستانش رو در کیسهش انداخت و بیرون کرد دستانش سفید شد. دوم عصایش می باشد، وقتی که عصایش زنده بگیم مار گشت. و سیوم معجزه حضرت موسی علیه السلام طوفان می باشد، طوفانی که وقتی فرعون و قومش کفر ورزیدن با اون هدایتی که حضرت موسی علیه السلام آورده بود اون را قبول نکردن، پس طوفان پیدا شد، طوفان میگن. سیوم و چهارم سالهای قحطی که قحطی آمد، سالهای بیباریش. و پنجم جراد میگوین، یعنی که ملخ، وقتی که ملخ پیدا شد زراعت ها و درخت ها و همه چیزهای فرعون و قوم فرعون را از بین برد. و ششم قمل میگوین، یک نمود حشرات دیگری هست، حشراتی که میده هست که در لباس های اونها و در خوراک اونها و حتی هر جایی که میدیدن این حشرات در اونها میچسبید، یعنی که بسیار حشراتی بد است، به مثل یعنی که خوردکک هستند و مثل ترکن تقریبا. این بسیار زیاد شد که حتی در طعامشون و در لباساشون بسیار تشویششون دادن و پیدا شدن این قمل هست، همین حشرات است. ششم و هفتم خون هست که هر جای در فرعون و قومش خون رو میدیدن، در هر ظرف اون خون رو می نوشیدن، خون زیاد. و هشتم معجزه حضرت موسی علیه السلام ضفادع میگن، یعنی که قورباغه زیاد پیدا شد، خیلی زیاد که در بدناشون میچسبیدن، خوکنشون میبوندن، قوقو کرده غمشون میدادن. این هم یکی از معجزه حضرت موسی علیه السلام بود که قوم فرعون را نمیگذاشتن که آرام باشد، تشویششون میدادن. و نهم معجزه حضرت موسی علیه السلام معجزه بزرگی میباشد، یعنی که پاره کردن بحر را وقتی که با عصایش زد دو پاره شد، اون بزرگترین معجزه حضرت موسی علیه السلام میباشد. حتی علما میگن بعد از قرآن بزرگترین معجزه همین است. بله برادرم، الله جزای خیرتون بده. این مختصر در باب 9 معجزه حضرت موسی علیه السلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.